زیباترین زنان بازیگر ایرانی پارت 2. شماره 1 ساره بیات. ساره بیات متولد سال 58 در تهران است. تیپ‌های با کلاس او باعث شده تا به عنوان جذاب‌ترین و خوش‌پوش‌ترین هنرپیشه زن ایرانی شناخته شود. سادگی و شیک بودن تیپ‌های او هر کسی را به تعجب وامی دارد که چطور توانسته چنین ترکیب متضاد و جالبی را تدارک ببیند. شماره 2 ترلان پروانه. متولد سال 77 در شیراز است. علاقه او به بازی‌های کودک و نوجوان باعث شده تا بتواند چهره معصوم و کودکانه خود را حفظ کند. کشیدگی چشمان این بازیگر جوان و خوش‌سیما به حدی زیبا است که هر گونه آرایش چهره او را چند برابر شیک و خوشگل می‌کند. شماره 3 طناز طباطبایی. او متولد سال 62 در تهران است. بازی او در سریال یاغی توانست محبوبیت فراتری برایش باشد و لقب زیباترین زن ایرانی را برای او پررنگ‌تر کند. نقش خوب و جا افتاده‌ای که داشت برای بار چندم خوشبازیگری او را به رخ کشید. البته قبل از آن چهره خانمانه و اصیل این بازیگر هنرمند است که همیشه قابل توجه میباشد. شماره 4 آزاده صمدی. صمدی متولد سال 57 در لاهیجان است. صمدی علاقه بسیار زیادی به تست کردن تیپ‌های مختلف با تنوع رنگی بالایی دارد. قیافه او دوگانه است. به بیان ساده‌تر از نقش‌های خشن و مغرور تا نقش‌های کودکانه و معصومانه بهترین بازدهی در اون نقش دارند. شماره 5 مهتاب کرامتی. او زاده سال 49 در تهران است. احتمالاً با خود فکر کنید که این بازیگر باید در ردیف اول لیست زیباترین زنان ایران قرار می‌گرفت، اما با اطمینان می‌توان گفت چنین ادعایی مربوط به سال‌های بسیار قبل بود که بازیگران زیبا و خوش‌چهره کم بودند. اما در حال حاضر اغلب بازیگران چهره محبوب و جذابی دارند که نادیده گرفتن آنها دور از انصاف است. البته بهتر است بدانید که مهتاب کرامتی هم با تیپ و قیافه شیک خود توانسته دل بسیاری از میکاپ آرتیستا و موزونداران را ببرد. شماره 6 الناز حبیبی. الناز حبیبی متولد سال 67 در تهران است. این بازیگر با چهره کودکانه و جذاب خود یک معصومیت نهفته در خود دارد. به نظر میرسد این بازیگر ساده‌پوش علاقه به خودنمایی و استفاده از زیورآلات عجیب غریب ندارد، چرا که غیر رسمی پوشی او در هر مراسم و اختتامیه قابل توجه است. شماره 7 شیلا خداداد. این بازیگر خوش‌چهره متولد سال 59 در تهران است. جذابیت چهره او به حدی بالا است که کمتر از آرایش غلیظ و عجیب استفاده می‌کند. کیفیت و خوش‌دوخت بودن لباس‌های خانم بازیگر احتمالاً به چشم برخی از افراد که طرفدار تیپ‌های متفاوت و عجیب هستند خوش نیاید، اما به جرئت می‌توان گفت که مورد علاقه طیف وسیعی از جامعه است. الحق لقب زیباترین زن ایرانی برازنده اوست. شماره 8 پریناز ایزدیار. پریناز ایزدیار از قشنگترین دختران بازیگر ایرانی در 8 شهریور سال 1364 به دنیا آمد. خانم ایزدیار از زیباترین زنان بازیگر ایرانی چشم درشت و مشکی رنگ دارد که در چهره استخوانیش خودنمایی می‌کند. همچنین رنگ پوست این بازیگر نیز بسیار خوش رنگ است. شماره 9 هستی مهدوی. هستی مهدوی متولد 21 آذر 1370 است و بازیگری از سال 1389 و فیلم سوت پایان شروع کرد. خانم مهدوی چهره خاص و جذابی دارد که کاملا طبیعی به نظر میرسد. این بازیگر نیز بیبی فیس است و اجزای صورتش را از تناسب برخوردار هستند. و در آخر شماره 10 سحر دولتشاهی. سحر دولتشاهی جزو جذابترین بازیگران زن ایرانی است که در 16 مهر 1358 به دنیا آمد. او بازیگری را از سال 1380 و تئاتر را شروع کرد. خانم دولتشاهی با فیلم چهارشنبه سوری به سینما پا گذاشت و تاکنون صاحب افتخارات زیادی شده است. این هنرپیشه از زیباترین زنان بازیگر ایران چهره پر و زیبا به همراه چشمان درشتی دارد. خب آخر ویدیو اومدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون خیلی جذاب و مفید بوده باشه. اگر دوست داشتی میتونی وارد کانال بشی، ویدیوهای بعدی رو ببینی. اگر هم دوست داشتی میتونی سابسکرایب کنی، لایک ویدیو هم نره. تا ویدیوهای بعدی بدرود، خدا نگهدار.